دردهای سیاتیکی. سیاتیک عموماً به معنای علائمی همچون درد، بی‌حسی و ضعف است که در مسیر عصب سیاتیک یعنی از کمر تا باسن و پایین پاها امتداد دارد. اصطلاح پزشکی برای درد سیاتیک رادیکولوپاتی کمر است. اکثر علائم مربوط به سیاتیک ناشی از اختلالات در مهره‌های کمری چهارم، پنجم و اولین مهره خاجی یا ساکروم است. در بیشتر موارد درد سیاتیک بر اثر پارگی و بیرونزدگی دیسک بین مهره‌ها ایجاد می شود. این بیرونزدگی با فشار بر ریشه‌های عصبی سبب دردهای سیاتیکی می شود. این درد همچنین ممکن است بر اثر فرسایش دیسک و به دلیل انتشار پروتئین‌هایی به وجود بیاید که موجب تحریک عصب سیاتیک می شوند. درد سیاتیک می تواند به دلایل دیگری همچون تومورها و یا عفونت‌ها نیز بروز کند. علائم سیاتیک معمولاً در یک طرف بدن ظاهر می شود. این علائم می تواند شامل درد کشاله ران، ساق پا، ضعف، گزگز و بی‌حسی باشد. درد ناشی از سیاتیک معمولاً به صورت سوزش و تیر کشیدن توصیف می شود. بسته به اینکه فشار بر کدام قسمت از عصب سیاتیک وارد شود، درد ممکن است در قسمت‌های متفاوتی از لگن و پاها احساس شود. بسیار مهم است که در نظر داشته باشید که درد سیاتیک به تنهایی یک بیماری نیست، بلکه یک نشانه از عارضه دیگر است و خود آن به عنوان یک تشخیص صرف محسوب نمی شود. لازم به ذکر است نوار عصب و عضله بهترین روش برای ارزیابی ضایعات عصب سیاتیک می باشد.